ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف، قسم دوم، گفتار 46. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. دختری روحشناس خاموش ماند و این خاموشی او دراز کشید، اما مانند آن که به من چیزی گفته از من نگرانی جواب باشد، چشمان خود را به من دوخته می ایستاد. من به این ملاحظه او پی برده در مقام جواب از او پرسیدم: آن مرد خوشبخت کی بود؟ دختر به همان وضعیت اولیش به من چشم دوخته ایستاده و تبسمی دندان نمایی کرده گفت: اگر تا حال از حرکتهای من و سخنانی در اینجا گفتم کی بودنی آن جوانمرد را نفهمیده باشید، من آشکارا میگویم که آن شما بودید. شما بودید که حیله های کفش پیشمانی های خواجه اوبانی های ما را کشاده، با جسارتی تمام به پدرم معلوم کرده او را مسخره نموده در دام خود کشیدید. این کاری شما بود که مرا درباره به واسطه شما امکانیتی ویران کرده شدنی بعضی عنعنه های دیگری خواجه اوبانی ها امیدوار کرد و به این سبب من به شما محبت پیدا کردم و رفته رفته این محبت به درجه کمال رسید. این شما بودید که مرا دوباره زنده دل کرده، دوباره در دل من آرزوهای جوانی را بیدار گردانیدید. این شما بودید که منی 28 ساله را دوباره به 18 سالگی آوردید. خلاصه این شما بودید که عشقتان مرا به ویران کردن و از پیش برداشته پرتافتنی همه مانعها وادار کرد. نهایت این شما بودید که من از غلیان خونی جوانی مجبور شدم که در پیش شما سری رضا و تسلیم خم کنم. با شنیدن این سخنهای مهرانگیز، عشق من به آن دختری والا نظر یکی بر صد افزوده، هیجان قلبی مرا به جاده رسانده بود که چی کردنم را و چی گفتنم را نمیدانستم و من همین را میدانستم که من او را دیوانوار دوست داشته بودم و از غلیان سوزشی عشق و شوق چون موی آتش دیده به خود می پیچیدم. در این وقت آن دختری ماه سیما به نظری من نه آن دختر بود که در اولی ملاقات من دیوانوار میل داشتم که هرچه زودتر من به او نزدیک شوم و با بوسه و کنار آتش دلی سوزان خود را تسکین دهم. راستی گپ این است که من در اولی ملاقات او را یک دختری سبک پای هر جایی گمان کرده بودم که آن شب
نصیبی من شده است. در این وقت آن دختر به نظری من یک حسنی مجسم می نمود که در ضمن زیبایی صورت کمالی معنوی را در بر گرفته بود. اگر خلاصه کرده گویم، محبتی من نسبت به او در اولی ملاقات عشق حیوانی باشد، حاضر به درجه عشق انسانی بالا رفته بود. دختر در اندیشه فرو رفته مرا گرفتاری هیجان و آشفتگی دیده باز خودش به سخن درآمد. آری، عشق شما مرا مجبور کرد که من سری تسلیم و رضا به پیش شما خم کنم، گفت او و دوام کرد. لیکن معنی تسلیم و رضای من آن نیست که من حاضر به هر گونه حرکت‌های گستاخانه شما برداشت کنم. این کاری دخترانی هر جایی سبک پای است. من می‌خواهم که اگر تقدیر رفته باشد، من با شما با نکاحی رسمی روی راست زندگانی نمایم، وگرنه من در تنهایی در زیر غم و کلفت و اندوه هلاک شوم هم به آن گونه حرکت‌های بی‌ناموسانه سبک پایانه تن نخواهم داد. من نه تنها راضی بلکه از جان و دل و دیوانوار راغب می باشم که محبت قلبی ما با هم در ظاهر هم با رشته نکاح بسته شده ما با هم انسانوار زندگانی نماییم، گفتم من در جواب و علاوه کردم. اما این کار را نظر به فکری تو با این پدری یک رهی تو چگونه به وقوع می آریم؟ یک راه هست، گفت او، اما با آن راه رفتن و پدرم را به آن راه درآوردن وابسته به کوششی جدیانه شما می باشد. کدام راه هستم؟ گویید. من با هیجان پرسیدم، زیرا نظر به فکر من یگانه راهی به نظرم نمی نمود که من با وی رفته به خواجه اوبانی ها داماد شده توانم. و علاوه کردم، من تیارم که در آن راه به سرم روم و اگر سرم رود هم از آن راه برنگردم. دختر تبسمی کرده گفت، اگر آن راه راهی باشد که در وی احتمالی رفتنی سری شما باشد، پس آن راه برای من چی در کاری دارد؟ آخر سری شما در پیش من نه تنها از خواهش‌هایم، از جانم، از دلم و از همه هستی خودم هم عزیزتر است. راهی که من فکر کردم راهی عادی است، اما پدرم را به آن راه درآوردن قدری دشواری دارد که آن به کوشش شما وابسته است. دختر در ایضاح آن راه گفت، من شنیدم که بعضی خواجگان شهری وقتی که از خویشاوندان خودهاشان داماد شونده یافت نشود، دخترهاشان را به ملاها می دادند و ملاها را در شرف برابری خواجگان می شماریدند. شما یگان کس را یافتنتان در کار است که این راه را به پدرم معقول کناند و شما را برای خانه دامادی تقدیم نماید. او خاموش مانده منتظر جوابی من شد. من در اندیشه افتاده بودم که کدام روباه را یافته
به پیش این گرگی پیر فرستانم تا که او را به این راه در آورده تواند. دختر از فکر کرده ماندنی من پین داشت که من در اندیشه بعضی ملاحظه هایی بعد از نکاح افتادم. او آن ملاحظه ها را به طرز احتمال بیان کرده در راهی برطرف کردنی آنها گفت: احتمال شما به خانه داماد شدن و به اینجا آمده در این بیابانی ریگزار زندگانی نمودن راضی نباشید، لیکن شما این شرط را تا نکاح قبول کرده ایستید بسنده است. بعد از نکاح من کنیزکی شما می شوم. در آن وقت اختیاری من موافق شریعت در دستی شما می شود. خواهید اینجا می نشینید، خواهید از یگان جای یگان کلبه یافته مرا آنجا می برید. من دهن راست کرده می خواستم جواب دهم، اما او با دست خود مرا به خاموش ایستادن اشاره کرده در پی بیان یک ملاحظه احتمالی من و دفع آن افتاده دوام نمود: عجب نیست که در خاطر شما ملاحظه دشواری روزگار افتاده در فکر فرو رفته باشید. اما من در این باره پیشکی گفته میمانم که اگر شما مرا به شهر برید هیچ گونه وزنینی من به شما نمی افتد، چون که من در مدت این 10 ساله تنهایی تا فرصت یافتم کتاب خوانده سواد خود را بلند کردم و هرگاه که کتابخوانی دلگیرم کرد به درزدوزی مشغول شده این هنر را هم به کمال رساندم. من در شهر می توانم که دختران آدمان را خواننده یا این که درزدوزی کسانه کرده یک لب نان یابم. هرچند من در راضی شدن پدری او شک داشته باشم هم به او باوری دادم که پدرش را به راه در آورده می توانم. اول خود دیده درایی کرده دل او را به دست می گیرم و بعد از آن آدمی صاحب نفوذی را یافته به او خواستگاری می فرستانم. در این وقت که ماه از بالای سری ما گذشته به طرف غرب میل کرده بود، در طرف شرق سفیدی مناره مانندی عکس خود را به آسمانی کبود انداخته وی را سفید شتاب می کرد. دختر از جای خود خیسته ایستاده گفت: شما مرا دوباره زنده دل کرده آرزوهای جوانی را در دل من بیدار نمودید. من دوباره به زندگانی خوشبختانه امیدوار شدم. بعد از این در این امید زنده ماندنی من در دست شماست. چنان که در یک بیاس خوانده بودم: تا چی خواهد کرد با من دوری گیتی زین 2 کار، دست تو در گردنم یا خونی من در گردنت. من که برابری او از جا خیسته در رو برویش راست ایستاده بودم، دستانی لرزانی خود را به گردنی لطیفی اطلسی سفید مانندی او انداختم. او دستانی تفسانی خود را به بغلم گذرانیده مرا پیش کشید. لبانی تفسان مانندی 2 سیمی الکتریکی چنان به هم سخت چسبیده بودند که از هم جدا شدنی آنها دشوار می نمود. در این وقت روشنایی روز چون بختی سفیدی ما به سری ما پرتو افکنده بود، اما بختی ما را سیاه کردن این روشنایی هم ممکن بود. باید به همین ملاحظه باشد دختر وای رسوایی نزدیک رسید. گویان مرا سر داد و گریخت. من یک وقت از خود خبردار شدم که مانند یک هیکلی بی جان شخ شده ماندم.
اکنون سفیدی روز به درجه‌ای رسیده بود که از 100 قدم دورتر آدم را شناخته می توانست. من بی آنکه به آن رباط نزدیک شوم، از طرف جنوب تری وی از پسخمی‌های خامه‌های ریگ گذشته به مزار رسیدم و به چله‌خانه خود در آمده در را بروی آشنا و بیگانه بستم و در آن کلبه احسان با خیالی جانان راز و نیاز کرده نشستم. روزی دیگر متولی از شهر آمد. از همه پیشتر به زیارت او من رفتم. به او با خشم‌آمیزگویی های منافقانه دیده درایی ها کردم و برای در وقتی مانده شده آمدنش او را زیاده تشویش ندادن از پیش او زود برگشتم. بعد از آن به هر مناسبتی پیش او می در آمدم و در صحبت در رفتی سخن گپ را درباره احوال خصوصی و عائلوی او آورده کنجکاوی ها می کردم. اما در هر بار آن روباهی پیر و پرسش های من جواب های کوتاه داده احوال خانوادگی خود را نمی کشاد که من به او مصلحت ها دهم. وقت می گذشت اما در کاری من کشایشی نمی نمود. ستاره زود پیش من آمده از آفتابم سلام می رساند و از چگونگی احوال من می پرسید. معلوم بود که آن ماه مهربان و رفتی کوشش های من و نتیجه آن بی صبرانه نگران است. اما آن پیرکی به جایی نمی رفت که من به دلارامی خود واخورده با سخنهای راست یا دروغ دلی او را آرام دهم. آخر واقعی روی داد که آن گرگی پیر بی اختیارانه احوال عائلوی خود را لیکن با حیله‌گری های روباهانه در پیش من کشاده پرتافت. روزی از خواجگان بهاءالدینی از یک خواجه 60 ساله زن مرده به دختری او خواستگار آمد. او طلب آن خواستگار را رد کرده فرستاد. من از این واقعه فایده بردن خواسته و پیش او در آمده خود را از رد شدن طلب آن خواستگار بی خبر نشان داده او را با توی دخترش مبارکباد گفتم. او در جواب رد شدن طلب خواستگار را به من نقل کرده درباره سبب رد کردنش گفت: اجداد ما به حضرت عثمان که یاری سیومی پیغمبرند میرسند. خواجگان بهاءالدینی باشند، نام خواجگی را بعد از بهاءالدینی نقشبند به خود بستند. اما کیها بودنی باباهای بهاءالدین نامعلوم است. عجب نیست که سلسله نسبی بهاءالدین به آتش پرستانی پیش از اسلام بخارا رفته رسد. در این صورت بهاءالدینی ها در شرف چگونه با ما برابر شده می توانند که ما به آنها دختر دهیم؟ از روی شنیدی من گفتم به او سینی کریمه مستوره دخترشان خیلی کلان شده است. از روی شریعت یکی از حقهای دختر به پدر آن است که بعد از به بلاغت رسیدنش زود او را به شوهر دهد. هرچی زودتر آن عزیز را به شوهر می دادند بهتر بود. ما در مدرسه کم خوانده باشیم هم شریعت را می دانیم، گفت متولی. شریعت همیشه در وقتهای ضرورت از قاعده های خود استثناء می کند. چنانچه در 4 کتاب در موردی گفته شده است که گر ضرورت بود روا باشد. متولی درباره ضرورتی که توی دخترش را دیر ماننده است اول یافت نشدنی دامادی برابر شرف را
بعد از آن احوال عائلوی را که من از پاشا خان شنیده بودم با تفصیلاتی دزدی زنی آخرینش یگان یگان گفته در آخری سخنش: ما خواهش داریم که اگر از خواجگانی که به ما در شرف برابر می باشند داماد شونده یافت شود، عاجزه امان را به او داده او را خانه داماد کنیم. اما همین گونه داماد شونده یافت نشده ایستاده است. همه کار به تقدیر و نصیبه وابسته می باشد، گفت و قدری خاموش مانده باز دوام کرد: سن عاجزه را به شما مگر بسیار کلان نشان دادند، اما او در حقیقت اکنون به 18 در آمده است. درست است که از روی شریعت دختران را در 9 سالگیشان به شوهر دادن ممکن است و برای بستن چشم دختران از نامحرمان این یک تدبیری کلان است، اما به سبب‌هایی که عرض کرده شد بخت همشیره‌تان به زودی کشادن نشده ایستاده است. از روی شریعت گفتم ملاها هم در شرف با خواجگان برابرند. مادام که از خواجگان داماد شونده یافت نمی شده است، یگان ملای باب یافته خانه داماد کنند می شود. من یک دم خاموش مانده کوشش کردم که به او چگونه تأثیر کردنی سخنی آخرینی خود را در چهره او مشاهده کنم. بدبختانه در چهرهش روشن دیدم که علامت نارضایی غضب‌آلودی پیدا شده بود. با وجود این سخنی خود را دوام دادم: اما به هر ملا باور کردن درست نیست. باید ملایی به جنابشان خانه داماد شونده در این خاندان غلاموار خدمت کند و باید مسافر باشد، در شهر حولی نداشته باشد تا که در استقامت این درگاه ثابت قدم ماند. و بالای این باید آن ملای خانه داماد شونده از سری کشف و کرامات این درگاه خبردار باشد که در اظهار کرامات به جنابشان یاری رساند. اگر جنابشان التفات کنند، آن نوع ملایی که این صفتها را دارا باشد با آسانی یافت می شود. البته جنابشان به دولتمند بودنی داماد شونده محتاج نیستند. دولت خودشان خدا زیاده کند بسنده است. خانه داماد قشاقی که به صفتهای مذکور دارا باشد به زیاده شدن این دولت خدا داد سبب هم می شود. البته من با این سخنان آخرینم خود را به خانه دامادی تقدیم کرده بودم، چون که همه شرطها به خودم راست می آمدن. من مسافری کولابی بودم، در بخارا حولی نداشتم. از سیری کفش پیشمانی هم که از جمله کرامات آن درگاه بود خبردار بودم. به بالای اینها قشاق هم بودم. حریف هیلگر هم مقصدی مرا فهمیده از چهرهش آن علامت نارضایی غضب‌آلود را در حال برهم داده نقابی شادمانی ساخته را بروی خود کشید. اما در زیر آن نقابی ساخته هنوز نهفته بودنی نارضایی غضب‌آلود از چشمان کنجکاوی من پوشیده نماند. با همه این که آن گرگ باران دیده من بودنی آن دامادی شرطی را فهمیده بود، خود را به نادانی زده با آهنگی همان شادمانی ساخته جواب داد: کاش که تقدیر رفته باشد و همین گونه یگان ملا یافت شود. ما تیاریم که در حال از کیسه خود توی کلام کرده عاجزه خود را به او داده یک فرزندی خود را دو نماییم، گفت او و علاوه کرد: در اینجا با ملاها ملاقات کم می افتد. چی می شود که شما در این کار به ما یارمندی رسانید و زودتر شهر رفته
یگان ملایی را که صفتهای مذکور در وی راست آید یافته، در نظری مردم از جانبی او به فرستادن یگان آدمی مشهوری معتبر برای خواستگاری سبب شوید. سرتاسری این گفته های این گرگی سال خورده پر از حیله و نیرنگ بوده. مقصد حقیقی او از غیر رنجانیدنی من زودتر راندنی من از خاندانش بود، چون که او بودنی یک جوانی زنخواه را در نزدیکی یک دختری کنانساری شوهر طلب تهلوکناک می دانست. برای خواستگاری طلب کردن یک آدمی مشهوری معتبر برای این بود که نظر به عرف و عادت هیچ یک آدمی مشهور و معتبر برای یک ملا بچه قشاق پایلوچ خواستگاری را قبول نمی کرد و به این سبب طلبی من به او نرسیده معلق می ماند. من بعد از این صحبت در دشواری سختی مانده بودم. من می بایست برای به او دامادی باب یافتن زودتر به شهر می رفتم و حالان که من نتیجه کوشش خود را به دلارامی ناکامی خود نفهمانده چگونه رفته می توانستم. پیری سیاه ضمیر باشد هیچ از خانه دور نمی شد که من با دخترش فرصت ملاقات یابم. آخر روز متولی به تومن جاندار برای توی یکی از مریدانش رفت. من منتظر ستاره شده از خانه نبرآمده نشستم. ستاره مرا بسیار نگران نکرده آمد و گفت: پاشا خانم به شما سلام دارند. متولی بابام امروز توی رفتند، شبانه می آمدند. پاشا خانم تعیین کردند که در اولی تاریک شدن شب شما به پیش دری پرتوی رباط روید بوده است. خودشان در پس آن در به شما نگران می ایستادند. ستاره سعادت شراره خبری خیش را به من رسانده رفت، اما من در میانه حیث‌ها و هیجان‌ها مانده چیکار کردنی خود را نمی دانستم. یکم آن که من بعد از گذشتنی مدتی دراز از ملاقات اولی باز امشب در تاریکی با آن ماهی تابان ملاقات می کردم. این لذتی بود که مرا از هیجان به نشیمنگاه های جنتی خوشبختی می برآورد. دوم من می دانستم که این ملاقات آخرین ما خواهد شد. تصور کردن این بدبختی مرا به دوزخی ناامیدی و محرومی می انداخت. سیوم من می بایست در این ملاقات دلی بی آرامی محبوبه دلارامی خود را با سخنهای دروغ آرام می دادم، در صورتی که من می دانستم پدرش طلبی مرا رد خواهد کرد. سختترین دشواری ها این بود که اگر دختر روزی فهمید که پدرش طلبی مرا رد کرده است، سلامتی او حتی زندگیش در زیر خوف می ماند. با تصوری این حال من می ترسیدم که امشب در وقت ملاقات در پیشی او خودداری کردن نتوانم. با این ملاحظه ها من آن شب دیرتر آمدنی تاریکی شب را خواهان بودم، اما بدبختانه آن تاریکی مانندی بختی سیاهی من و آن دختر زود آمد و من هم آهسته آهسته تک تک دیواری رباط به طرف وعدگاه روان شدم. شما گفتار 46 را از روی اثری نویسنده بزرگی تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولов، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.